اگر یک نفر شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم را در خواب میبینه، اگر امی شخصی را که دیده دقیقاً تطابقت بکنه با او خصوصیاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، در احادیث برای شما آمده، این خود پیامبر را در خواب دیده. چون در حدیث بخاری آمده رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر کسی مرا در خواب دیده، در حقیقت مرا دیده، چون شیطان مثل پیامبر خود تمثیل کرده نمیتونه. بسیاری موارد به نام پیامبر میآید چی میکنه، خود پیامبر نیست، تمثیل خود پیامبر را کرده نمیتونه، چهره پیامبر نیست، یک آدم دیگه است. مثلا میاد یک گپ برای یک نفر میگه و این نفر میگه خب من پیامبر را در خواب دیدم. اما اگر دقیقاً آنچه را که به اصطلاح اون نفر در خواب دیده، یک شخص در خواب دیده که اینمی شخص مطابقت داره با اون شمایلی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح ثابت است، پس این پیامبر است. دقت کردین؟ و با او شکل و شمایل باز نمیتونه بیای برای یک نفر بدیل بگه یا مخالف شریعت یک نفر را امر بکنه. دقت کردین؟ و اگر فرضاً یک نفر تصور میکنه که من کسی را که دیده مطابق به اصطلاح امو خصوصیات پیامبر است، اما آنچه را که دیده مخالف شریعت است، بازم دلیل نمیشه. دقت کردین منظور مرا؟ یعنی در اصل امیس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که شیطان نمیتونه مثل ما خود تمثیل بکنه در خواب یک نفری. پس اگر یک نفری یک شخصی را در خواب میبینه که دقیقاً صفات و شمایل ظاهریش مطابق صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حقیقت پیامبر در خواب دیده. دقت کردین؟ و باز اگر ایت یک چیز باشه، امی پیامبر چیز خلاف شریعت برش نمیگه. دقت کردین؟ مواردی اگر یک نفر تصور بکنه ما پیامبر در خواب دیدیم و او باز خلاف حکم پیامبر یا خلاف حکم شریعت برش گفتن، باز این نفر پیامبر نیست. خواب حجت شرعی نیست. دقت کنید، فرض میکنیم یک نفر دقیقاً پیامبر را در خواب ببینه، این در حد یک بشارت برش است، کدام حکم خاص شرعی را ثابت کرده نمیتونه، حکم ثابت شده شریعت را نقض کرده نمیتونه. دقت، در حد بشارت یا در حد انذار هست. اما خواب‌هایی که رحمانی هم باشن یا در حد خبر دادن از واقعی است که در آینده میآید و موارد خواب در این نکته خلاصه میشه.